انواع ناهمراستایی. همانطور که پیشتر گفته شد، در انتقال نیرو از شفت یک ماشین محرک به شفت ماشین متحرک میبایست هر دو ماشین در یک راستا باشند تا بتوان نیرو را به بهینه‌ترین حالت منتقل کرد و از بروز ارتعاشات جلوگیری نمود. هنگامی که خطوط مرکزی دو شفت در محل کوپلینگشان موازی و منطبق بر هم باشند، یعنی در یک راستا بوده و تشکیل یک خط راست دهند، دو شفت هم محور یا هم راستا هستند. اما عوامل مختلفی مانند جابجایی فونداسیون ماشین، برخورد تصادفی ماشین با قسمت دیگر، انبساط گرمایی، تنش‌های ناشی از عیوب پایپینگ، شل شدن مهره‌های نگهدارنده، انبساط و انقباض دستگاه و نگهدارنده ها، زنگ زدن شیم ها و غیره باعث می شود که دو شفت ماشین متحرک و محرک در حین بهره برداری مجدداً ناهمراستا شوند. با توجه به موقعیتی که محور شفت های ماشین محرک و متحرک نسبت به هم دارند، سه نوع وضعیت ناهمراستایی در کوپلینگ ها به وجود می آید. ناهمراستایی موازی یا آفست، ناهمراستایی زاویه‌ای یا پیشانی و ناهمراستایی ترکیبی که ترکیبی از ناهمراستایی‌های موازی و زاویه‌ای میباشد. ناهمراستایی موازی. ناهمراستایی موازی یا آفست به وضعیتی گفته می شود که دو شفت دستگاه محرک و متحرک موازی باشد، اما راستای آنها یکدیگر را قطع نمی کند و با هم فاصله دارند. این فاصله معمولاً بر حسب هزارم اینچ بیان می شود و می تواند در صفحات افقی، عمودی و یا هر دو صفحه باشد. اگر امتداد شفت‌ها در یک صفحه عمودی باشد، ناهمراستایی موازی عمودی، اگر در یک صفحه افقی باشد، ناهمراستایی موازی افقی و اگر امتداد شفت‌ها در هیچ یک از صفحات افقی و عمودی قرار نگیرد، ترکیبی از ناهمراستایی موازی افقی و عمودی رخ داده است. ناهمراستایی زاویه‌ای. ناهمراستایی زاویه‌ای یا انگولار به وضعیتی اطلاق می‌گردد که شفت‌ها موازی هم نبوده و امتداد محور مرکزی یکی از شفت‌ها امتداد شفت دیگر را قطع می‌کند. بنابراین در این نوع ناهمراستایی شفت‌ها نسبت به هم زاویه دار می‌باشند. زاویه‌ای که بین دو شفت به وجود می‌آید می‌تواند در صفحه افقی، عمودی و یا هر دو باشد. زاویه‌ای که بین محور دو شفت ایجاد می شود بر حسب درجه یا رادیان ارائه نمی شود، بلکه معمولاً بر حسب اینچ بر اینچ یا میلیمتر بر میلیمتر بیان می شود که بدون واحد بوده و در حقیقت آرک تانژانت آن زاویه می باشد. به عنوان مثال مقدار ناهمراستایی 1/10 نشان می دهد که زاویه بین دو شفت تقریباً 6 درجه است. ناهمراستایی ترکیبی. هرگاه در یک مجموعه انتقال قدرت دورانی یکی از انواع ناهمراستایی‌های زاویه‌ای و موازی به صورت همزمان اتفاق بیفتد، اصطلاحاً ناهمراستایی ترکیبی نامیده می‌شود. به طوری که راستای محورها نه با یکدیگر موازی‌اند و نه یکدیگر را قطع می‌کنند.